سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه پهلوی ترکی عجایب با لذت تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 400 گرم آرد، 100 میلیلیتر شیر، 100 میلیلیتر روغن رستنی، یک دانه تخم رزرخلیتل، یک قاشقچه اکسوس لازم است برای خمیرش. برای داخلش باشد چهارمغز و ارخیس لازم است. ما در اول تخم، شیر، روغن، قاشقچه با اکسوس همراه کرده همیشه خوب آمیخته میکنیم. اکسوس نباشد آب لیمون هم میشود. نه آرد همراه کرده خمیر میکنیم. من آرد با یک قاشقچه و رزرخلیتل همراه میکنم. نه خمیر میکنیم. نه خمیر کو سخت میکنیم. خمیرمان را به 8 یا 9 قسم تقسیم میکنیم. من خمیر را به 9 قسمی برابر تقسیم کردم. 200 گرم شکر، 150 میلیلیتر آب همراه کرده. من کمتر لیمون یا که لیمون کیسلات همراه کرده در بالای گاز میجوشانیم. سیراب تیار میکنیم. من قیام ما جوش برابر تیار. زوالچای میکشاییم. اکنون من крахмали кукурузный و آرد لازم است. основной با крахмал میکشاییم. крахмали кукурузный بهتر نقص برای کشادنی زوالچه ها. ما همین крахмал استفاده بریم. به نهایت ورقاش شروع میشه. هر یکشه من مقام رزمیر میکشاییم. من هر یک قبطش به крахмал و آرد کرده بالا بای هم میپوشیم. من 9 قبطه کشادم. اکنون تنوک کرده میکشاییم. من تنوک کریم. اکنون من رولت بایم میپیچونیم. نکو همین پشتشه کمتر جمع میکنیم. نکو ریزه میکنیم. کارت که ریزه کنم نمیشه و سبب تبرچی من تستر بودم. من تبرچی که ریزه میکنم. من چقدر از میرشه میکنیم. من همیشه بریدم. من هر یک زوال جامعه درازک شکل میکشویم. درازک شکل کشاده من 4 مغز بلندرکی مایده کردم. من همین مابینش مونده. چشو پشتم چشو گرداش زیر میکنیم. گرداش محکم میکنیم. من پهلوی رو کشادم. من 50 گرم 60 گرم مسله آب کرده می روشبه میمالیم. هر یکشه من روغن کردم. اکنون با مدت 200 درجه به 20-25 دقیقه به تفتان میگذاریم. من پهلوی ها هم پختم. به نهایت ورقینی عجایب. می گرماگرم می سرابی تیار کرده گرمایه میریزیم بالاش به. من اکنون 10-15 دقیقه نگاه میداریم که سرابا به خودش گیرد. من چگونه میبینید پهلوی های ما هم تیار شدن. من کمتر چماق کردم. اکنون درونش میبینیم چقدر تیار شده است. ببینید چقدر ورقینی عجایب. به نهایت ورقینی با لذت تیار شده است.
شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.